السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالی که چندین بار می شود قرائت کردن در بالای قبرستان یا اینکه ثواب قرائت قرآن را بخشیدن چه حکم دارد؟ یکم جواب این است که درباره قرائت کردن قرآن ثواب اون را بخشیدن یا که ختم قرآن را ثوابش بخشیدن نزد علمای ما احناف و حنابلة بگیم از حنبلی ها و متأخرین از مالکیه به این اتفاق هستند که ثواب قرائت قرآن را به گذشتگی ها بخشیدنش جایز هست و کار خیر هست که ثواب او میرسد. و از مذهب حنابلة که مشهورش که مثلا که ابن تیمیه رحمه الله که مشهور هستند و غالبا در نزد مردم اونم اجازت میتد و ابن قیم رحمه الله هر چنانچه اجازت میتن که جایز است میگن. و نزد بعضی بگم متقدمین شافعی اجازت نیست، اما بعضی علما اونها را اجازت میتن. خلاصه گفت که نزد جمهور چه حنفی باشد چه حنبلی باشد چه مالکی باشد، وقتی که مظهر متأخرین مالکی اجازت که دادن، متأخرین هم را میگن که بعد متقدمین میان اونها قولهای راجح هم میگن غالبا. وقتی در هر مذهبی که متأخرین که گفتن اونها قول مذهب همش جمع کردن یا قول راجح قول مفتو به را اجازت میتن. خلاصه گپ همین شد که قرائت قرآن را به گذشتگی ها بخشیدن جایز هست و قبول هست نزد اهل سنت و جماعت، نزد جمهور همین است. در بالای قبرستان ها قرائت کردن جایز است یا نه؟ در این موضوع بعضی علما که ناجایزش میدانند نه که قول راجح همین است که هیچ باکی ندارد، جایز است بلکه مستحب هست. این را امام سیوطی ذکر میکند. و یکی از جمله هایی که حدیثی که انسان هایی که اجازت میتن در بالای قبرستان خواندن اجازت هست بلکه مستحب هست، از حضرت عبدالرحمن ابن علی ابن لجلاج از پدرش میگه، گفت که برای من پدرم لجلاج ابی خالد گفت که بچه جان، گفت وقتی که من از دنیا گذشتم لحد بکنید و ما رو در همجا لحد بگذارید در لحدم. پس وقتی که گذاشتن بگوید که بسم الله و علی ملت رسول الله بگو، بعد آن خاک رو در قلبم بریزید، بعد از آن بخوان نزد سری من به فاتحه البقره و خاتمتش، یعنی که سوره بقره در بدایت و آخرش بخوان در بالای قبر من. و دیگر که هست گفت که فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ذلك، پس گفت که بیشک من شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله که همین خیل میگفت. روایت طبرانی هست در معجم کبیر و اسنادش صحیح است. در اینجا حافظ حیثمی در مجموع الزوائد میفرماید که رجالش موثوقون هست، همشون ثقه هستند، یعنی که انسان های راستگو و حدیث هاشون قبول هست. و دیگر از طریق حضرت عبدالله ابن عمر هم روایت مانده است که میگه شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله را که میگفت وقتی که از دنیا گذشته که از شما در قبر که ماندید، یعنی که وقتی از دنیا انسان میگذره با تیسر قبرستان برن اونها دفن کنن، وقتی که برده ماندید در همون چکنید بدایت سوره شروع شوی سوره بقره و در تا آخر سوره بقره بخون. میگه روایت بیهقی در شعب ایمان را ذکر کرده است. و اما شیخ نووی میگه که صحیح همین است که این حدیث موقوف است، این قول صحابه است. شیخ سیوطی در شرح صدور ذکر کرده است که در از شعبی روایت میکند، از شعبی روایت میارد، میگه بدن انصار وقتی که از نو میگذشت از زمانه مثلا که مرده خلاف میکردن به سوی قبر اون، مثلا که قرائت کردن برامون در قرآن رو، یعنی که میگفتن قبرش کدام باشد که جا باشد، گفتن خیلی برای قرائت کردن اونها بعضی وقت خلاف هم میکردن، یعنی که قبر در بالای قبرستان میرفتن قرائت میکردن مقصدش. امام سیوطی ذکر میکنه، امام سیوطی میگه که هذه الروايات وإن كانت ضعيفة لكن مجموعها يدل على أن لذلك أصلا. میگه که همین روایت ها اگر که بسیار اومده گستن در این برای روایت اگر ضعیف هم باشن مجموع هم دلالت میکنه که برای همین کار اصلی بود است. ما در بدایت گفتیم که اون روایت صحیح میگن بعضیو، اگر که دیگر روایت های ضعیف زیاد هستن مجموعش حسن میشد و دلیل میشد که میگه سیوطی رحمه الله که این دلالت میکنه که یک اصلی دارد، یعنی که در بالای قبرستان قرائت قرآن کردن و دعا کردن یک اصلی داشته است. این بدعت گفتن نمیتونه یک نفر، جایز نیست بدعت گفتن. جواب همین است که قرائت قرآن چی در بالای قبر چی در خانه ها خواندن و بخشیدنشان برای گذشتگی ها جایز است و درست است و اینها در اصل هست. والله اعلی و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.